گاهی زندگی در آزمون یک لحظه نهفته است، لحظه‌ای که خشم چنان آتشی از درون زبانه می‌کشد، شهوت در جامی شیرین اما زهرآلود می‌رقصد و طمع در جامه‌ای از امید پوشالی لبخند می‌زند. همان یک دم اگر مهار نشود می‌تواند ریشه سالها رنج و کوشش را بخشکاند و آینده‌ای را که با خون دل پرورانده‌ای به باد دهد. چه تلخ است که آدمی قصر تلاش‌هایش را با دستان خودش ویران کند. پس به فرزندانمان بیاموزیم که قهرمانان واقعی آنانند که در هیاهوی نفس صدای وجدان را میشنوند، آنان که سکوت را به فریاد، گذشت را به انتقام و قناعت را به آزمندی ترجیح میدهند. یادشان دهیم که شکوه انسان بودن در تسلط بر خویش است، نه در تسلیم شدن به لحظه‌ای لغزش.